سلام و خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از چنل جواد پی سی گیم. توی این ویدیو جدید میخوایم گیم پلی رویال رامبل 30 نفره در کشتیگرچ WWE 2K25 کشتیگرچ 2025 رو داشته باشیم. قرار از اینکه بریم سراغ گیم پلی و این ویدیو حتما چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدی که میذاریم با خبر بشین. بریم رویال رامبل 30 نفره. بریم سراغ این رویال رامبل. بریم سر کمربند، سر این کمربند میریم. ما در نقش رندی اورتنیم. میزنیم تریپل اچ رو. یا برون ور بلندش کنیم تریپل اچ رو، بندازیمش اینجا. باش برو اونجا. یا ضربه دیگه. اوه اندازه ما رو بیرون. آندرتیکر نفر سوم اومده تو. سه نفر تو اولین نفرهای بازی وقتی اینا باشن دیگه تا آخر بازی چقدر قشنگ بشه. آندرتیکر رو میزنیم، لغو میکنیم مشته آندرتیکر رو. پاتیستا نفر بعدی که میاد تو رینگه. پاتیستا رندی اورتن. تریپل اچ رو میندازیم، میزنیم و تریپل اچ رو انداختیم بیرون. به چه کسی رو میندازیم بیرون. تریپل اچ. پاتیستا رو بلند میکنیم. آیا میتونیم او هم بندازیم بیرون یا نه؟ پاتیستا رو میندازیم، یه مشت که نمیذاره بزنیم. نفر بعدی راک هستش. من اول کار میاد سراغ ما، میزنیم راکو، نمیذاره یه لقد از راک. کریت انگل نفر ششمیه که به بازی میاد. راکو میزنیم به زمین و یه لغت میزنیم. راکو بلند میکنیم، امیدوارم بتونیم راکو بندازیم بیرون. میبریمش. ما رو نندازه بیرون. خوبه که نتونست. میزنیم راکو. آندرتیکر حالا اومده سراغ ما. آندرتیکر اومده. رومن رینز نفر هفتمیه که به زمین میاد. میزنیم آندرتیکر رو. میایم آرکیو بزنیم، نمیذاره. برای اون رو هوا میزنه، اون رو زمین. راک داره آندرتیکر رو میزد که الان داره میخوره. رومن هم داره پاتیستا رو میزنه. کریت انگل هم که تازه بلند شده. براون استورمن نفر بعدیه که به زمین میاد. زمین رویال رامبل میاد. کریت انگل داره آندرتیکر رو میندازه به بیرون. موفق میشه یا خیر. استورمن رو میبریم اینجا، بریمش بالا که پرتش کنیم از اونجا به پایین. ببینیم میتونیم یا نه. خدا کنه بتونیم. میگیریمش، میندازیمش رو زمین. به جیوسو قهرمان رویال رامبل 2025 در واقعیت. با جان سینا رفت تو فینال و جان سینا رو هول داد و خودش قهرمان شد که همه میدونید. پشتای محکم از رومن رینز به جیوسا. رامن استورمن رو میخوایم هی بندازیم بیرون، نمیشه. ببینیم اینجا چه میکنیم. کریت انگلو
میندازه بیرون. پاتیستا کریت انگل رو میندازه به بیرون. اینور ما براون استورمن رو میندازیم اینجا که بازم بخوایم ببریمش بالا، با بازم بندازیمش پایین. ببینیم میتونیم دفعه یا نه. کریت انگل به بیرون رفته. اینور براون استورمن میندازیمش برای بار دوم روی زمین. دفعه میخوایم بلندش کنیم و بندازیمش به بیرون. استورمنو آقا استورمن بلند شو، فقط زحمت بلند شو. چرا من دارم تو رو غلط میدم فقط. آها بلندش میکنیم، میگیریمش، میندازیمش. وا نمیشه تو رو انداخت بیرون. میاریمش، میندازیمش. یه دونه مشت، دوتا مشت و سومی مشت که نمیذاره بزنیم. استورمن دلش خیلی کتک میخواد، خیلی. حرکت عالی از رندی آرتون. استورمن رو میگیریم، میندازیم و حالا استورمن رو میندازیم بیرون. شیمس اومده تو، شیمس رو میزنیم. رومن رو میگیریم. اوه چه لغتی خوردیم از پاتیستا. رومن رو میزنیم بلند بشه. یا آرکیو نشد بزنیم، میخواستیم آرکیو بزنیم. بس من فقط بلند شم، یه نفر باید آرکیو بزنم. آقا شیمس بلند شو، فقط بلند شو، این آرکیو رو بخور. شیمس رو بلند میکنیم، باز کنی که آرکیو خورده. میبریمش گوشه و یه دونه اینجوری میزنیم. حالا بلندش میکنیم. دیگه باید بری بیرون، دیگه باید بری که چرا نمیری. آها بزن. اونور پاتیستا رومن رینز رو انداخت بیرون. اینورم راک به بیرون میره. ری میستریو نفر بعدی که به زمین میاد. اوه تا اومد رو ما یه حرکتی زد. اوه اینور پاتیستا به بیرون میره. بزنیم یه ذره شیمسو، بزنیمش بگیریمش اینجوری یه هوا و یه آرکیو از پشت کله بهش بزنیم. بلند میکنیم شیمسو، باید الان بندازیمش بیرون. شیمسو میگیریمش، میبریمش و با برایت وایت کشکش کاری که خیلی وقت مرده و همه میدونید. میایم که یه ذره بزنیمش. میگیمش ببینیم میتونیم بندازیمش بیرون. آقای بریت وایت و مشت اول میزنیم، مشت دوم، سومی تمام. بریت وایت خدا بیامرز رو میندازیم بیرون. ای جی استایلز بازی میاد. اوه باید ما یه حرکتی بزنیم اینجا. آقا غلط کردم. آندرتیکر لغو میکنیم ضربه آندرتیکر رو. میگیریمش، بریمش این ور، میزنیم. اوه بزن آندرتیکر رو. تمام. آندرتیکر رو میندازیم بیرون و اونور جیوسو ری میستری رو انداخته بود بیرون. نفر 14 اوموس هستش. ای جی ما رو بلند میکنه. حرکت عالی. اوه نفر بعدی ببینیم کیه که بازی میاد. نفر 15 سی ام پانک. جیوسو ما رو میندازه این ور. اوموس اونجا ای جی رو به بیرون میندازه. ای جی حذف شد. اوه جیوسو هم واقعا قویه.
اوموس بلند میکنه سی ام پانک رو میزنه زمین. سی ام پانک رو ما بیایم این یارو رو بزنیم. اوه ما رو زد. نفر 17 هم استون کولد استیو آستین. او هم یکی از کشکشکارهای خوب بوده. رندی میبریم اینو اینجا، نریمش بالا که مثل راون استورمن بزنمش. اینجا اوموس اومد دخالت کرد. گور خودتو کندی اوموس، گور خودتو کندی. وقتش آرکیو بخور. سی ام پانک دخالت کرد. سی ام پانک خودت خواستی آرکیو بزنم ها. وایسین استون کولت هم آرکیو میخوای؟ آرکیو دوست داری؟ بفرما. تمام آرکیو. استون کولو بلند میکنیم میبریمش که بندازیمش بیرون. استون کولو با یک مشت رفت بیرون چون که جونش کم شده بود و آرکیو خورده بود. اوموس رو میخوایم بندازیم بیرون. دادا اوموس ما رو ننداز اوه خطر از بیخ گوشمون گذشت. سی ام پانک نتونست. خب یه ورژن جوون از شاون مایکلز تا اومد میخوایم بندازیمش. فکر نکنم بتونیم. بله شاون مایکلز. میخوایم اوموس رو بندازیم بیرون ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. یک مشت میزنیم، مشت دوم، مشت سوم و اوموس رو میندازیم بیرون. به به این ور میخوایم سی ام پانک رو بندازیم بیرون. نمیتونیم. نفر 20 آرتورس. با سی ام پانک درگیریم همچنان. سی ام پانک رو میگیریم میبریم گوشه. اوه نشد. سی ام پانک رو بازم میگیریم. ای شاون مایکل تو روحت. فقط خودت خواستی خودتو بندازم اونور. این دفعه شاون مایکلز رو بریم اینجا. آندر د جاینت نفر 21 هستش که به رینگ میاد. آرتورس اینور داره سولو سیکوا رو میزنه. اینور آندر د جاینت میاد که شان مایکلز رو بزنه. شان مایکلز با ما. من برای شان مایکلز دارم. اوه آندر د جاینت آرتورس نتونست بندازه بیرون. اینور ما شاون مایکلز انداختیم بیرون. سولو رو بلند کنیم. سولو بلند شد جونه هر کی دوست داری. بلند شد دیگه. آها جیمی اوسو نفر بعدی که به بازی میاد. اینور سولو سیکوا رو ما میندازیم بیرون. آرتورس هم بندازیمش بیرون. آقای آرتورس خدا حافظ بزنیدش آرتورسو. اوه بریم ورید دخالت کنیم. آرتورس بلند بکنیم بیاریمش اینجا. نشد. علامت رفت روی یه نفر دیگه. بندازیم اینو بیرون. نشد. باید بلندش کنیم از اول اینو بندازیم بیرون. این یارو رو اسمشو نمیدونم واقعا. انداختیمش بیرون. نفر بعدی که وارد میشه ست رالینزه. ست رالینز. آرتورس میندازیم بیرون. آرتورس رو آندر د جاینت. گنده این رینگ تا الان آندر د جاینته. ست رالینز رو میگیریم. ست رالینز ما رو گرفت. هالک هوگن نفر 24 که هالک هوگان نفر 24 که به زمین میاد. خدا بیامرز. کشکشکار خوبی هم بود هالک هوگانی که به رحمت خدا رفته.
مرده. اومدیم اینور آندر دجاینت رو بزنیم ببینیم موفق میشیم یا نه. میندازیمش و مشت بارون میکنیم آندر دجاینت. نفر 25 مگنتایر. اینور میخوایم روی آندر دجاینت آرکیو بزنیم و آرکیو بلند میکنیم. آندر دجاینت رو باید بنازیمش بیرون. واقعا میندازیم یه مشت و میندازیم بیرون آندر دجاینت رو. هالک هوگان اومده ما رو بزنه. چیکار میکنی کین؟ نفر 26 بازیه. جیمی اوسو اونور نزدیک بود بره بیرون، کسی نبود بندازتش بیرون. ما باید جیمی اوسو رو بندازیم بیرون، ولی اول باید یه کاری بکنیم. یه ذره کتکش باید بزنیم. اوه لغو کرد ضربه مورو. جیمی اوسو ما رو بلند میکنه و میزنه. و جیمی اوسو داره سترالینز رو میندازه بیرون، ببینیم موفق میشه یا نه. نفر 27 که به بازی میاد جان سیناه. جان سینا. مگنتایر اونور به بیرون میره، ما میایم کینو بزنیم یه ذره. جان سینا اومد سراغ ما. جان سینا اومد سراغ ما ولی ضربه جان سینا رو لغو میکنیم. اینور بیایم کر میبرزیم، میزنیم جیمی اوسو رو بلند کنم. من دوست دارم جیمی اوسو رو بندازم بیرون واقعا. سی ام پانک رو میگیریم ببینیم چی میشه. فقط آقا سی ام پانک دوست دارم بری بیرون و خداحافظ. سی ام پانک رو انداختیم، میایم اینور جیمی اوسو رو بندازیم بیرون. کین میاد دخالت میکنه. ای بر چیزت نالت. اوه اوه کین ما رو بلند میکنه ولی ما نمیذاریم. ما میخوایم جیمی اوسو رو بندازیمش بیرون، بلند میکنیم جیمی رو. اوه لوگان پالم نفر بعدیه که به زمین اومده. بیایم خواستیم بزنیمش که داریم کتک میخوریم ازش. کین داره جان سینا رو میندازه بیرون. خود جیمی اوسو باید بری بیرون داداش. رفت بیرون. جیمی اوسو رو انداختیم بیرون. نفر بعدی که وارد میشه کوین اوونز. سترالینز داره تلاش میکنه هالکوگان رو بندازه بیرون، ببینیم میتونه یا نه. جان سینا اینور میخواد ما رو بندازه بیرون ولی نمیذاریم. جان سینا و اینور کوین اوونز سترالینز رو میندازه بیرون. یعنی جان سینا رو میزنیم، بلندش میکنیم. صورت رندی هم خونی شده و نفر 30 و نفر آخر کودی رودزه. میایم کینو یه ذره بزنیم و یه آرکیو هم بهش بزنیم. بزن. ای خدا نشد که به کین آرکیو بزنیم و یه لغت میاد تو صورتمون. کینی که برادر ناتنی اندرتیکره. من دوست دارم تو این بازی با رندی تا فینال رو بیام و با جان سینا مبارزه کنم. اینجا یه آرکیو میزنیم به کودی رودز و بلندش میکنیم. بلندش کنم. بلند شدی داداش.
نشد. لوگان پال میاد ما رو میزنه. اوه هالک هوگن حذف شد. هالک هوگن خدا بیامرز حذف میشه. کودی رودز اومده تلافی اون آرکیوی که خورده رو سر ما خالی کنه، سر ما در بیاره. تلافی آرکیوی که بهش زدیم. لوگان پالمو میگیریم، باید بندازیمش بیرون. بیا برو خداحافظ لوگان پال. کودی برو بیرون فقط داداش. نشد که کودی رو بندازیم بیرون. باید این دفعه بیایم سراغ کین. باید کین رو بندازیم بیرون که چی مشتی زد زیر فکمون. کین ما تونستیم کین رو بندازیم بیرون، باورم نمیشه. کوین اوونز حالا اومده که ما رو بزنه. کوین اوونز ببینیم چیکار میتونه بکنه. اوه این چه حرکتی بود، تا حالا ندیده بودم تو کشیگج. کوین اوونز میاد و جان سینا رو میزنه. کودی حالا اومد ما رو بزنه. میزنیم کودی رو، بلند میکنیم کودی رودزو، باید بندازیمش بیرون. میبریم سمت تناب. یه دونه مشت دوم و مشت سوم و کودی رودزو انداختیم بیرون. حالا اینور کوین اوونز هم میندازیم بیرون. حالا جان سینا خواست ما رو بندازه بیرون و چه جا خالی و چه جوری تونستیم جان سینا رو بندازیم بیرون و حذفش کنیم و برنده کمربند بشیم. یه کمربند خود رندی داشت و برنده اون کمربندی هم که گذاشته بودیم شد. امیدوارم از این ویدیو و گیم پلی لذت کافی رو برده باشید. تا یک ویدیو دیگه از چنل جواد پیسی گیم، خدا نگهدارتون باشه.